دوستان عزیز فهمیدید از خانه نبرآمده با رقم های واتساپ اویاکس شهناز زنگ زنید در 5 دقیقه بلیط های شما رو روان میکنن باوری نکن اینا میرم میگم چی با چیزلاش من چی میکنم پوری میکنم چیزلاش همش حساب میکنم کورد میکنم سوال با وای کدوم مغازین خریدی بار هم مغازین نبوده بو ما کاری گاب زدم ولی ما کاری گاب نیستم آخه کاری تو چیه؟ ولی ما شما جنگ بشین یخی ما خدیوای گاب نزدیم یه خیلی کاری هم چیه ما کاری ما ترا پرسیدیم ما که ما کاری گاب نیستم گفتیم که خیلی خیلی چیزای چی خیلی خاطی میکنه آخه گفت کمی عاد شخص خاطی نکنی تا خاطی نکنم خاطی گاب نیستم اصول اصول چودم دیده نبودی دیگه تا بانان کدام هم قبگارمی و من موچه زدش دیگر نشید این دروغ دیدی بانان کرو همی قبگارمی اومد موچه زد ای بچه جای خمون یه لیلی اولی چه باندک بشن تو بانان نگفته سی ما تی اگم چی پرسیده استم مطلب نگفته سی همه یه نگفته سی ما کدی یک گابه استم که هر کورد قاطی نکرده استم ولی گودا کمی یک کلمه دارم هی جا دارم میگلتی مرا مزنی چی را میزنم اگر با تر گفته استم ما همه تر نوزده در زمین میگالتونیم همین ستما او نوزده میگالت همین همین نوزده در همین زمین میگالتی یک گودا باید بولگه میگم که خطا کدیما برابر نکر یک کلمه دارم تو باری میپریم دیستم تا بیو هم سر وایرون نه کمی گفتن تا گپ بگی آخی هر کار دخته قطعی نکرد همین مرده قدیما گرد چون میکنی همین گام میزنی آخی همین آدم نخور همین تو گوری دروغ دیدی دروغ انا با این سوالا که سنا جون با میگم نشود دیگه تا دیگه ده چی کنم کیوی کنم کیوی آیا اون کیوی رو کارتش که بکن خونده بخیر جون بخیر بیا اینجا تو زومی بیا اینجا میدان دبریم نه یک و یک داریم زومی تا نشان بده رفتیم ما سوریا میشم اکا میگفت ما همین نوز دادم در زمین میگم همین نوز دادم همین سوته میگم میگوی بیا خیلی جا میبینی بیا بیا بس گوش کن بس نوز دادم همین نوز دادم میگم کنی نوز دادم تو چی؟ ما یک کس میدم دلال میگه تو تلک بشم زمین در خوب نوز دادم میگم تو یک کار بزنی تو بشم بس هر میکنیم ما سوریاییم یک دو سه رفتیم اوف سرم توخو چوکه دیدی ها نوزده خالتونم تا اگر مزدم تا میمردی اسفندیار جان یه زدی وای مره که میرم همین کردیت میام ماشینی میگیرم گرفتی با یه آیگی جو ساده جان رفتم پولم نرسید یا آینه گرفتم آینه گرفتی یه باور که همین تعریف میکردن که همین ماشین راحت جانای من باور نمیکردم نه که ای وقتی که ما ماشین گرفتم کو در حقیقتا من راحت کردم دا این باور که همین ماشینا میگیری میشوا با قوق میکنه میشوا قوق میکنه با میگیری در همین سری طور کشول میکنی کو با همین خیلی بوی ارما داره خوشت میره دا بو میکشی سوزا همین قصر بوده او زوره ای ما هم خیلی پرستوی نیست ای ما میشوا هم خیلی میشوا خشنو میشوا کو با خوک میکنه با گوخ موتیک میکنه هم خشروی که میام میپشو میرم هم خیلی ای ما هم نغزه ای تام خیتویه نه ما دختری خالم گرفتگیم گوش که بچه اقای قدیر تا 3 روز وقت گوسفندای زدگی تا واستانوید کن شی داکا جون ما گفتم ما بانک مسئولیت کردم یه حدث میتیان نصیب باشه بیرون شما دو میتیم که من جون من خلاص خیلی نصیبی مدام خیلی بده گوسفندای شما رو مزدم ماشین خدی نکه من بانک پلان میگیرم میتونم خوب اکا ما کار ندارم خوب او تا جوری جونی مای تا 3 روز وقت اگه جای میکوی نمیکوی میوی ای بانک میگیری گوسفندای زدگی خطا واستانوید کن مرا فهمیدی خوب اکا جون خوب بخشش سلامت باشی اکا جون ما گفتم کو هم نزدیک خدی مالکا خوب سلامت باشی تا براری کو خوب خیر سعدی جونه تو میدونی من امانیجا میگن
اینا مهیا من خودم میدونم که ترامانیجا میگن من مهیا الو آزی بسته من در مجلسم ببرم خودم الو تو مینه آزی گالاست مینه من زنگت میزنم بعد گالاست مینم بعد ترخه تقامی تنه دمی وقت شما تلفن تا گپ زنیم یکم چی؟ سعدی جون تو درک داری تو میدونی؟ نه تو نمیدونی؟ نه او همه میدونن تو نمیدونی چو کاره خسرو گپ زن اینمی بابای قادی رایکو بچه اون عمو برامو ماشین کلانش زده است اکا اسفندیو را گو و مولش از زده است تیکش کرده سعدی جونه اگر دنیا را کلاپوچه گوسپند گرفته است کای زده من نفهمیدم اولی گوش که اولی گفته است بودن که دندین چنگ میکنن میخریم دندین چنگ دیوونه دندین چنه 1000 بار نشون دادم تکی دنگیچه بگو خیلی دنگیچه چیه دنگیچه کلاپوچه کای زده است کای زده است اوهی درمی قشلاق آوازه هایو تو نمیدونی نه من نفهمیدم همه چی قفوب دستی او همیجا 24 ساعت چتگی نمیدونی سعدی جونه اینمو برنامه را ازگاه که جونکشون اومده سر اگر زده رمه و چمه را همه را تنک بود که دسته خونه رمه را سوزون دسته ولای جونه این خب کنی خودش بسیم خب کنی بیا که بپرسم السلام علیکم السلام علیکم سلامتون هستین امو دلشادش ختی بچه هم قدیر ختی خدا بگیره فیل تایه خدا بگیره نصیب اگر تو کم تر فربه میشیدی کو پلنی قشلاق چپه میکدی دودره که خاله جان نصیب ده همی خیلی بده که بفهمونه باش ما مرده که میفهمونه اخی خیلی نصیب همی خیلی بده نصیبی مده همی خیلی دلشاد جانه همین منیجه مهیا همین گفتن گوش معینم خوردن یگان گپشونو نفهمیدم همین رو میگن که سخن از دهان لقمان خوش است کو دلشاد جان همین اول تو اخیر نقل کو اکا دهان لقمان کی باشه لقمان گوش کنه اکا چی گپ شده گپ ما کم از ختی میون کو کم از ختی کمر میورم کو عیزده کمر میورم تقسیم بکنم کو آمدم همین شاو همین خی اومده سام همین کمر ختی اومده سام شاو بودا کا شاو هم قریب نبود قریب شاو بودا کا همین خی اومده سام تیزم نبودم 180 بودم اکا تیز نبودم خولا همین اومده سام پیشم دو تا گوسپند اومده اله بیرا همین دو گوسپند نظرم گفتم این سکدم که این پرده 50 گوسپند دیگه بود اکا فهمیدی اکا این می خیلی شده گای نه یکن با همون دو گوسپند که پرده بود گو همین زده اکا هم دو گوسپند بردم اکا این می واقعا شده تمام چه دو گوسپند و همون جد آوازه که 52 گوسپند شما زدین تیک کردین اوه همین خی اما دو گوسپند بین 50 گوسپند دویده در آمد همه شد زدم 52 گوسپند شد